عجیب میشه اونجا نیروها و یه نه اونجا کسید نبوزه شور ما شور کار هدر مش چلدی موسا مریم سلامت تبریک باشه برادر سلامت انگه اصاب میشیم سلام علیکم نورالله یعقوبی فکر دوستا چی یک مویم سیر دادم آه خدا وکیلی یعنی اون دختر چشمش کور بشه که دیگه نبود دمت گرم آقا جنان تر نبلدشی وظیفه شماست خلا دکتر وظیفه ما عشق اینجا به خجر استاشتن دیگه نانا خاک گیریم نه یه آو چیم کرده این روز تندور است که یخ من درده است ولی آقای واقعا دیگه حرف نداره دمام خود دو به نام یاد خدا دوستای گرامی سلام انشالله صحت سلامت باشید جلیل جان صبح بخیر صبح بخیر آقای امیدوارم که ایام با کامت باشه صحت و سلامت باشید قربانت خیلی دوست دارم جلیل ما همینطور واقعا خیلی یک چهره نورانی هم داره یک رقم سلامت باشی آقای یک سلام بدیم به دوستا سلام کن دیگه بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز سلام امیدوارم در هر گوشه و کنار که توی از دنیا هستید خوب و خوش و صحتمند باشید خیلی خیلی خوشم آمد امروز نه ویدیوی آقای یعقوبی عزیز دیگه امروز می‌بینید داخل والا سررشته نظر گرفته امشب دیگه شکر خدا دیگه آقای دکتر یک از مستخدم امتحاناتی که توی عمر قرار بیده نه کامیاب شده دیگه افتخار مادر قول افتخاری بسته کم رگ آقای دکتر ازمو دیگه دوستان امیدوارم از برنامه آقای یعقوبی نهایت لذت ببرید و تا پایان برنامه که ازمون باشید که مو چیز کار مونی چیز کار نمی دیگه موفق و معید باشید سلامت باشید تشکر پیش بر داخل که چی گپایه سلام علیکم جماعت من داشتید سلام باشید من دانشید زنده باشید تشکر چطور است جانمان جورا بخیر سلامت آقای بهی زنده باشید تشکر سرشته چیه در کجا رسیده کارا به قولی بچه ها که روی غلطه اگر دیگه در او منتظری کمو گوشت که اندختر میدیگ جوش وایه و کفش بگیره یعنی بعد از اون به دواییش اضافه نی از قبیل پیاز و دیگه مخلفات چی را روغن اگر کمبوتی داشت روغنش فکر نکنید زیاد در کار باشه نه بخاطر خیلی چرب بعد زیاد داره نه روغن کمک نیست آی رضا یک دفعه صاف سندور بیسل کود عزیزی نگه دوستای از منگره دیگه که بچه های آقای لازمه دیگه جوانا جمع این یک دودن جوان رنا و رشید نازنین هم از راه رسید اندهش خورزه سلامتی قربانت جانم هستی دیگه کی السنا جان را که روش کده دیگه آقای رضایی عزیز آقای شریفی آقای غلامی و همچنان آقای محمدی دیگه آقای رضایی چطور است؟ همزی جمله بچه ها کدام بچه ها زیاد تو دوست داره؟ ما بیخی زیاد دوست دارم نه کدام زیاد؟ یک دیگه زیاده ایر سر کو آقای غلامی عزیز آقای شریفی که دیگه این تاج سره همه چیز آماده آقای غلامی عزیزم که آشپزم و آقای شریفی کمک آشپزیم بسیار دیگه کدام من فرمایش دیگه باشه متخیل باش تشکر آقای شریفی تو چیز کار کردی میاله میجی کار ما اولا که عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمام دوستای عزیز دیگه همین پیاز میاد فسکنی بود دلمه ملمه چرخ کدنی بود دیگه پا باز قدی آقای غلامی می بخش دیگ را کسته آردیم به عهده گرفتیم که البته ما یاد ندارم شاگردیش را منم دیگه می دیگشونه بخشش شو دیگه آردیم اینجا کمی دوستا کم دیگه کم شد آردیم یعنی مو یا آقای غلامی شما خصیایی لشکرین دیگه بی زحمت کشید اینا دوستای عزیز چیست احیانا دیگه مواد اولیه دیگه مثلا همین نگفتن هم نه یک چیز دیگه ما میگیم غلامی عزیز همین بچه ها بسیار قنقن بچه های بسیار گل بچه های خو دیگه هیچ کارم نکنیم دور از ما بچرخه خو ما راضیم تو خو ما یک قد گوشت بالنم بباد تو خو غیر از یک رقم از سوی تغذیه‌اش نم خو تو خو یک قد گوشت بالنم ما خدا شاید از دیگه شری تو آشپزی نه مو گاک مو آشپزیم که خودم دیگم که دوستای فقط استاده اور دیگر پرکو پیاز رو بای روی ترکو و ترکو باید خود کنی آماده پیاز رو پوست کده گوجه که نبود دلمه تمام چیز سالکو یکی میگه شاگرد به من چی درس شکر نخونده بیا ما تو رو میتونی حضوری بخشید بگیم خب دوستای عزیز تا که ویدیو زیاد ادیت کنی نشد خدا نه بلکم کنیا مو بگی نه بس تشکر اینجا شب هم چقدر خدای نخواسته ما نکن
خب دیگه قصه کلسان دیگه جان تو شورم از جان نو خورده. بس کار کنه دیگه. ولی ما هم کفش نو خریدم به شما هم تبریکی بدیم. نه از ما نخورده میره یک نیست گل دیگه. راستی؟ هدیه. بسیار خوب بود. امی علی هم احیانا گو کار کردی امروز یا نه؟ ما پیاز پوستوی و خیلی سلامتی جان خود خوش. ما در قدم اول پیاز رو پوست کردم، در قدم دوم دزی اخی نوای باید شاید رفتم رندار قد کاسار در جوی ششتم. تشکر. کاسار ششته رفته در طبقه بالا ششته. جستایم خیلی یخ کرد واقعا شو آب خیلی یخ کرد. نه راحت باش. امو تو نوشیان تمو تو کار میکنم میشی. خب بسیار خوب دیگه باش بینگرنه که یا گوشت رو جوش مخربه. هنوز جوش نخورده. دال جوش خورده یعنی. آها بسیار عالی. بسیار تشکر. چند سر گوشت بود؟ 4 سر 2 کیلو. دوستای عزیز دیگه حالی حرکت که به خیر طرف نان خورده دیگه آقای رضایی عزیز هم است. البته هم کسایی که واقعا کار رو زحمت زیاد زحمت کرد نبودیم ولی اصرار کردیم دیگه گفتیم اگه نیم ناراحتی پیش میاد. آره بری نالی دیگه. البته هم کسایی که خودگوینش زحمت زیاد کشیدد نه ما اینطور خودگوینش همات دیگه. همون کسایی که زحمت نکشیدد پیش وجدان کو راحته. آفرین. راجع بعد یک دو پیاز پوست که رفته. البته بعضی هم یک دودم پیاز پوست کده عمده ولی حالا مشکل نداره نه دیگه. ما کمکش بازی نه مثل کی مثل علی سینا منظور هیه. ما مرخم ننزل تو؟ نه توش تو خونه خب بری خیره. نه ما که خواهم باش همسایه باید ما باید خدمت کن بابا. دمت گرم. به به مرتضی تو مسه؟ روخم به جمالت روشن. تذكروا من دانشي جور باشه موزی نخ. کوکای نخ. من کوکای نخ. نه من دانشي سلام کو سلام کو. سلام کو نه. اینجی سلام کو. یا بری خانه تذكروا بس مو سجان اموز مری. جان مجید. يخدك اره ما من دان خموز مخری. خاصه خاص گراش میگذاری. سه سلام عرض ادب بیا علیرضا کجا شد؟ خب کاف گوشت دیگه منظور. کاف گوشت گفت. دهنت گرم. کم چای نخورم نه. آفرین. این ریحانه است. سلام ریحانه. سلام بیدی ولده بیندا. بالاخره آجین ما سلام مامان جان. علیکم از اول من دانشی مجور باشه مامان جان. بسم الله نام خداش نباش ما. از اول گل چیزی خیر که میزانت کشتی در مسافر کنن کنی. بسم الله چی بگید. کنی. تشکر. سلامت باش. تبریک باشد برادر. سلامت انگار عذاب میشیم. گرم. سلام لاله جان. سلامت باش. تبریک باشد برادر. انگار عذاب میشیم. گرم. سلام لاله جان. علیکم سلام واسه خوبی بخیری جمون خوبی خیرات شکر بخیری. شکر میلاد جان تو من دانشی. محمد سعید من دانشی. جور باشی. آتای جان تو من جان دانشی. تجار سلامتی زنده باشی. الحمدلله تشکر. خود را به تبریک باشد دیگه. زنده باشی. تشکر سلامت ماما اسم تبریک باشد. خدا تو نگاه جور باشی زنده باشی. توی من بده. خدا کلی بچه‌ها جانا چای بخواه بایشی. اشتباهی دنگه. خب چای است مامان. پیدم ده آبه محمد سعید؟ آره برادر بکیم قره پیدا آمدم. خوب کسه دیگه جان تجار بخیر خانواده همگی خوب شکر جان من است خوبه. سلامت باشی زنده باشی. شکر چشماش من روشن شکر لالت وقت خوشم دل دوستا روشن جور باشی. تبریکم باشد از کلگیش. سلامت باشی خدایا شکر. زنده باشی. خدا رو شکر که امی زحمتای تو برآورده شد دیگه. آره خدایا شکر. خدا رو شکر. از خودگوش من تبریک باشه آبه جور محمد باشد سعید. که خدا تو را موفق کنه تا جور باشی زنده باشی. باشی. آمین انشالله سلامت باشی. ملودیست کجا بودین؟ لاله جان خوبه دیگه؟ الحمدلله شما خوبی خیرات داری خانه خیرات زوجات خوب است موضوع کام ایست کجا آمدین؟ شکر خوبی. امیرعلی خدایا شکر. سیسه کن اینجا جای باید بخشید اینجا باشه مسافر خانه بگرد سلام. علیکم سلام. بله دوستای از من گرنید که جوانام دیگه همگی تشریف آورده
بسیار خوشم دین دیگه از جمله همی که روح الله جان که واقعا یک جوان رشید و رانا و نازنینه در می قریه نه که آقای رضایی عزیز میرویس هم بچه قند که کاکای من کم ده. کاکای جان خوش آمدی. خوش باشید. سلامت باشی زنده. ما در بین از آفتیریم دیگه یا کل شکر جوان و نیار. اره آقای رضایی عزیز میرویس یک تیم شو ای دمی گرم آقای رضایی خانه تو قدی که گفتم دیگه میکی دولت برای دور بخند زفر بشه که یک تیم پرش یعنی الزفر واقعا الزفر بخشش باشه یادم رفت یک جوان رشیدی نه رضی آقیل خبر داشتی؟ رشید چی معنا میده؟ رشید حال یک نفر کنده تا این سر رشید نام درامو روش نگده؟ نه تو جوان رشید میگی رشید یعنی چیزه تازه تکرار البته از شایش خبر ندارم ما نظر در زور رشید میگیم چونو رشید بسیار یک آدم توانای ما میگیم مثل از اون سلام خسته نباشین داداش خوبی جوره بخیر او تریگر نه اودیست اون جاکتا دیست بود سلام علیکم سلام باشی شرفی امیر رشید چیز منم دیگه حسین سوال کرد ما رشید یعنی کلان معنای کلان بودن رو میده دیگه راستی؟ تزیبون از موی آدم سهی بردوشی آفرین تشکر خد از مو دو سه چیز باید نان بخوری واقعا راحت نشون که دیگه غذای سهی تدارو گرفتی قسم غذام دیگه میتر چیز تنظیم چیز خلال اسمه گلجگره؟ گلجگر قنجقه کچالو دیگه بخشیش باشه شاید یک ذره کم باشه به هر صورت مهم صمیمیت متوجه است دیگه کدام گفتنی نداره آقای شریفی بنده بیننده ها گفتنی که ندارم دیگه نه مثلا یک طرف کنم باید نان بخورم نه دیگه وشی خبر جمع کنم دیگه ما بسیار میشه یک قاشق باید آقای یعقوبی که شربت نداره باش نه خورده یا نه بنده خدا آتیم هم که بالاخره اماد دیگه جمع خاکی دوان آخر شکر الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب الشاکرین و این تودو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین از جهت نزول خیر و برکات آموزش اموات سلامتی مسافرین شفای مریضان خلفات عمل اخلاص و صلوات خوش آمدین نظر قبول کنه دیگه زحمتات بسیار خوش آمدین دست آقای رضایی در خوب دوای سهی صبح دوای سه خانده همیشه جاغوری باشه دعا یاد نداشتش که بسیار آتیق خوانی کوتاه مختصر دوری راست بودنه او نمشه دیگه آقای رضایی عزیز زینه دیسمال دیست خیلی دوستی دارم ما مشکل یک نفاق نیست دیسمال دیستم چی شده هم کرد آدم خاکی شخصی نرسته جانم هستم راحت باشه اتفاق میبیگه نه ایش دوستای عزیز اینجا در کنار شخصیت بزرگ از عاقل آقای ساده حسین بودی کنار آقای حسین رضایی حضور داره دیگه آقای رضایی چی گفتنی داره بلده بیننده بله داشت مرزا گفتنی خواست ندارم دیگه این نظر خبر ندارم که خانه از مردم خلاصه قبول کنه این نظر از خانه زحمت کشیدین دیگه من وظیفه تا جای کوشش انجام میدیم دوستای دور همه بود جای دوستان واقعا خالی بود بله دیگه بچه‌ها مرکز بنابر خیلی وظیفه داره اینا چای مایم بخوری برخ چومو شخنی بلده بخوری بله زنده دیگه بلده دوستا آرزوی سلامتی و جانجوری و تندرستی داشته تشکر جور باشی بله دوستای عزیز شاید خیلی خبر نشده میر بگید نه دیگه به نسبت از اینکه دکتر ما دیگه ما گفتیم یک نظرک بگیری که خلاصه از خاطر سلامتیش یا از خاطر نه این نظری چیزا کسی از جای دور نموره یک آره دومن به خاطر موفقیت دیگه آدم واقعا افتخار بونه آفرین دیگه کار بسیار خوب کرد تشکر دیگه امزی خاطر دوستای عزیز یک نظر گرفته دیگه امشب نظر از خود گل میاد این بچه های آقیل هم که واقعا همگی دیگه میتر
بسیار فعال است دیگه، از جمله میرویس. زنده باشی. میتونی نخلاص دیگه دوستای الان من چاشت خوردی و چای بخورید و بعد بری بسه درگیری کار و مشکلگانه. آره زنده باشی دیگه که جوانم همگی الحمدلله آیفون دادیست واقعا به خودم افتخار نه که روحلا تو هم تلفن خودشه بدی آیفون بابا فاس از زفر تو ما آیفون از من بلندترین گوشی از من آقا علی را S25 اولترا آقا از بلندترین گوشی از من از اون دکرسنگی جوش عظمتش نمالومه. آقای رضایی هستی سلام ماج ندارم راستی به خدا یک دانه S23 در خانه نزو که رولای نگذاشته در خانه از شراغای اون مورد استفاده فیلم برداری دیگه آه اگه موقع میدی اگه موقع نمیدی سیز خیر الله میگذره سلامتی باشه یه روزا میگذره رولا جان نکن او السنا بایر تو هم گوشی خو نوکیاد را بسیم مسئله زنگ نه خب دوستان عزیز میگنید که از این خانه دیگه آبه ممرایی آبه محمد حسین و دکتر و همچنان زوزام ششته و نقل و صحبت دیگه آبه محمد حسین چه خبرها بوده؟ اتای سلامتی تو بیغام فراری دیگه هیچ خبر خاص نبود من میترامادم دیگه نابیله قسم قنجرم نبود که نقل که از را میمادی چر خبر نکده که میمادم پشتو ای تو هم دادیم منجی خبر دیدم تقصیر کارم و زاستون ما قنجرم زوابا یک تا بود که تو نگفته که آبه محمد حسین ماره اره ما گفتم باز زنگ دید دیگه اگر چیز بودم باز زنگ دید شماره خانه کسته دیگه تو نگاه نه خیره تو قسقط رای قدرم نپیدا آمدم قره سلام نشدم خوشحالی بود نه؟ آره خوشحالی آدم زله نمیشه خیلی خوشم دیگه از زنده باشی دیگه خدا شکر که نزد سنجانم ده موفق شده دیگه در درسای خوب سلامت باشی بسیار تشکر ما با محمد حسین در کابل درس میخواند خب مرزا دختر من که نان میخورد از دعا میکرد که خدا لاله در درسایش مفکک کنه خب آره ما پس نماز قدر دعا میکردیم خدایا ناظر حسین دیگه می زحمتار میکشه خدای دیگه تو زحمتارش تو برآورده کنه دا تو نگاه نه در یک جهان تشکر دیگه از مو دعای دیگه نو دعایش از طرفش می باشه مور باشه دیگه خودتون تمام تلاش بدین نه دعای از مو نه یک کم در کمک دیگه بس میشه دیگه خیره داته چیز کار نه دیگه بله دوستای عزیز خبر دارید که امشب یک نظرم داره دیگه بچه های آقلم چای مای خوردن دو خانه ششتن حالی مانده اینجا دو دیگه به محمد سینم کم ده کلگیم خوشحالی دیگه به نام و یاد خدای یگانه و مهربان سلام و درود و عرض ادب خدمت یک و یک شما دوستای عزیز انشالله صحت و سلامت مافی باشه دیگه نظر و نظرات که میدم انشالله قبول باشه و امشب دوستای عزیز ما هم یک نظر داره به نسبت کامیابی دکتر یعنی یک دعای توسل خانواده سرشته کرد گفت که بگیری همون که میگرنید بچهای عاقل دیگه همگی در بالکن مجید یا آشپزخانه مجید جمع گوشتم تازه برشت آقای غلامی عزیز همراه تزکیا آشپز از نظر است دیگه نانم پخته شده و بقیه جوانای قریار که میگیرید از جمله آقای محمدی عزیز و همچنین آقای شریفی قشنگ و داش مبارک گل و کی فیض‌الله جان که هستم مثلا کمک آشپز دیگه در اینجا دیگه برنامه رو شروع کنیم دوستای عزیز از یک مصاحبه همراه با آقای محمدی عزیز. آقای محمدی عزیز چی گفت؟ خیلی لطف داره دوستان نازنین سلام وقت همگیشون بخیر ان شاء الله که جور و صحت سلامت باشین خداوند ان شاء الله نظر همگی رو قبول کنه به خصوص از آقای یعقوبی را سلامت کامیابی دکتر را بلده کل خانواده‌اش تبریک میگیم دیگه گرچه مد خانه خدمت رسیده ولی ویدیو بگی خوب تر معلوم میشه نه آفرین دیگه این بگا یک نظر چخنه من جره بین وغیل نفهم که قدر از منطقه ما خودم زیاد در جریان نیم دیگه پیش از برنامه سوال کردم که به کدام مناسبت است مناسبت شما که کامیابی دکتر صاحب واقعا افتخار جامعه افتخار کل قوم است و غیره دیگه کامیاب شده ان شاء الله که کامیابی بیشتر و بیشتر را سلامت باشید
خودت انشالله که موفق و سربلند. بسیار تشکر. بله دوستای عزیز، مو امیال چومور شخ که دیده برو دیگه بسیار امیتر شاید سرواز مکم خاکی باشه. به هر صورت دیگه مثلا خاکی بودن کدام مشکل داره انظر تا تیزی بیاد؟ نه برو بگم مهم نه هیچ مشکل نداره. مهم چیزه نه؟ صداقت. نه مهم آدم خاکی باشه باید خود دنزی چیزا باید نزنه نه؟ آره. خب بسم الله الرحمن الرحیم و علیک سلام کنم. سلام درود بر کل دوستای عزیز مثل حسین یعقوبی. امیدوارم در هر جای که هستین موفق معید باشین. از دنزیزم گفته آقای محمدی تخانیش رفته دیگرشون بازم پشت دوربینم موفقیت و کامیابی دکتر بلدشون تبریک میگی. دیگه همین چه سرشتر داشت که مو آقای غلامی دیگه خلاصه پسر کارسون بودیم. این هم دیگه پخته که آماده تا آخر از این برنامه را قد مرزا حسین باشین دیگه. زنده باشی. تشکر. بله دوستای عزیز، البته خیلی زحمات را امروز آقای شریفی متقبل شده که یموت از سر واشم میگردید کرتیش کم کم خاکی هم است رقمی از ملدی و آقای شریفی عزیزی مثلا چه شخصی یا بچه‌ها بودیم دیگه اینجا کار بار لاد نداره. نه یک تعداد بچه‌ها پیش مجید پورتلی هم بازی می‌کرد. ما گفتم مثلا نه نباشه. اما کار نمیدونم پورتلی بازی کردم چی. خب مالیم برام. بابا دامتگر. باز هر بودیم دیگه اینجا کمک بالکن مجید. آره البته نگفتنم نه دوستای ما پورتلی بازی کنیم مالی از من. دیگه کجا؟ سلام عرض احترام دارم دوستان عزیز. امیدوارم جور و سلامت صحتمند باشید در جای دنیا که هستید سرفراز باشید. میگم که بشیر و فکریاتش گفتن که نظر درباره چیز کلا او کامیابی دکتره. خیلی زیاد هم کامیابی دکتر در خانواده‌اش تبریک میگیم. سلامت خب داستان از ما در اینجا بود که سرپوتلی بود نه؟ آفرین. بعد اینجا بیایشون مایم نه؟ آفرین. ما باش جواب خالی کردم. تو مالیار نبرده خریده. نه این خریده مو برده ولی نه تو نه رو خریدی خریدش ولی قبول نیه نه خریدم ما که خریدم خواهی هم از پاس روزی در کاسی میخرم موردش مبرید صحیح به به آقا سلمان گل مجلس روشن شد خدا سر شده میشه نور تا بخشش باشه. من آدانس دارم میجوام دیگه آقای اسماعیل حسنی دارن آدانس ما تو بعد دیگه مال دادن میاد جانم دوستا دیگه به احترامی نشنه. عرض سلام احترام دارم خدمت برنده های مرزا حسین جان قند نواد. امیدوارم که جور صحتمند و سرحال باشید. خوشندن در برنامه امشبیش که نظر گرفته خدا نظرش قبول کنه انشالله. دیگه تا پایین برنامه همراه باشید. سلامت باشی زنده باش. کجا بودی آقا سلمان گل؟ من خدمت هست کنم که بلدیبر افتادم دیگه دخترم دندونش درد میکرد اون را کشیده. دکتر بندو هست بلدیبر؟ آره یک دانه هستم تازه راه افتاده. خوب مشکل مردم رو حل کنه. بسیار عالی. خب یک دفعه بیخی آقا آشپزم بریم یک صحبت دیشته شیم. پختش ده آقا آشپز گل؟ بله قنجان پختش ده. احیانا انت خوب نرم شده یا موتور یک نه گوشت ساختم خو همین پخته کردم که خلاصه بدون از یک دندور دبلش بود همین تزیر لب باید آوش نباره پایین. همین قشنگ توی دهن بندازه دیگه خودش آب میشه رو تو. در ضمن خلاصه ما یک دو توره درون خود زیاد نه. خب اولی که واقعا جای خوشحالی که دکتر خلاصه موفق شده خو. سلامت باشی. در ضمن یک خواهش دیگه ما از بسته جوانایی که اهل درس خو. آفرین. اهل درس دیگه واقعا ایرا عاجزانه تقاضا دارم از او خو. آره. که همین خلاصه با افتخار درس پیش ببره تو بخو. همین خدمت درس کنم مو با افتخار با عشق خلاصه همین مراسمایش پشت سر هم میگیرید. دیگه کارش در پای از مو ولی درس خواندن و زحمت کشیدنش در پای جوانا. خصوصا بچه‌ای که در خارج شرایط بلدش مساعده خدمت درس کنم. خود توریسم من منظورم سر از زمنا بود خو. دیگه داخل خود افغانستان اونا که میدونن خبر از این چیزا نیه خو. همین مقصد همین ما ایتر میگیم که واقعا مو جای افتخاره که از هر گوشه و کنار دنیا که جوانا رو بشونی که واقعا منتایش شده و نمیفهمم خلاصه نمره اول به دست آورده و همین دور برای هم زیارفا دیگه. جانم هستی باشه حتما ان شاء الله. آقای غلامی خیلی داستان رو می‌خواست کش بده ولی آخرش داخل بحثش مونده. آفرین. دیگه اصل موضوع رو گرفتیم که مناسب چیز خیلی بود. آره. خب توری راست دو دنه خب. آفرین. ما اون چیز که گفتنی بود
اصل طوره خلاصه خدمت دوستا گفتم خب که کوشش کرد که خلاصه همین بچه‌شون نو تعمیرساز است و به بچه متوجه باشید که زودتر خود خلاصه میتر در جامعه معرفی کنه که ما چیزی هستم دمت گرم فقط این می‌خواست آقای غلامی عزیز جانم هستی دست در نکنه فقط ما دارزوی از این که هر روز خب جوانا بیشتر منتایشونه زنده باش به به کاکای عزیزم واقعا خوش مسرور شدم از دیدن تو واقعا تو که آمدی یک نوری تابید نه که آقا سلمان ما واقعا چشم دل ما روشن شد از دیدن نورالله یعقوبی سگن دوستا چی یک مویم فیر دادم خدا وکیلی یعنی اون دختر چشمش کور بشه که دیگه نبود دمت گرم آقا سلمان خوب خود چیزم کم کم شد آزو دیگه این بچه ها داره استماز میگره از جمله آقای خاتم جان دیگه دو جوان رشید هم اینجا الجان امرای نورالله جان تصمیم استماز رو داره تازه بله میشه دوای توسل هم است نه؟ خب سلام درود خدمت دوستای کانال یوتیوب میرزا حسین جان، انشالله که صحت سلامت باشین. دیگه دوستا قسمی بیننده دیگه نسکای نماز شام دیگه مو تصمیم داشت که باری وضو بگیری دیگه میرزا حسین مناک است دوای توسل گرفته. انشالله که نظر و نظرش قبول باشه در وای حق. بله دیگه نشون نخواه دیگه. آره دوست ما زنده چی منظور آزاد انظر شد نه؟ آقا سلمان چرد شوک فرو رفته بسی میگم شارت ما اوش نگدادم که گپ نمیزدن ملی تصویر شوق بود موضوع چی بود ما گپ میزدی هواش سرد دارم یواش یواش گپ میزدن قبول باشه انشالله ما یک دفعه خانه برم میم انشالله دوستای عزیز دیگه مسجد از مده اونجا خانه از مده دور گیرویه ما یک دفعه خانه برم باز میم به سلام علیکم زیان ما خسته نباشی خوبی جان تجاره بخیری میمان ها آمد دیگه کم کم دمت گرم قد از این لایت که داره سلام علیکم مندن شاقای جان خیر لاله جان خیر جان تجاره بخیر جان سلامت باش رحمت الله جان بخیر بولای مندنش راستی خیر زنده باشی جور باشه لای کرتی نپشته یخ نه کی کرتیش ریحانه برده رو یالم زمان بر سو خانه نوریا کرتی خبیرو خاص دیگه نموش از نعمت الله بود دیگه نه وقته خب بری انگا شروعش در شام شد دیگه بیلا آره آزورم گفت دیگه شام شد تازه آره خب میزگیر چطور بوده ای بنده خیر مام بطرم خیر شد بسم الله نه زنگلاوا اشتراک راش نه خانه بودی مستور زکننش حالا به نوریا میگه خیلی دستپخت خوب داره نه؟ نه فرض ما کردی ها اکس اولاد چی اینا لطای من دانش ما داریم داره مستور بله دوستایز آبی محمد حسین هم که هسته؟ هست کرنده که من هم در دیگه ولی مزه همگی عند استماد گرفتیم ما والله ما صدای از در وزن آجا مای خودگیره خیلی؟ آبا این نان در مجید بردم شایمین جی؟ نه مجید بردم شده خود سینی دره ولی خدا وکلی نه لای تاریخیم کردی نام خدا که خوب نانا باید رو باید پوشت چم یک دفعه خواب گیریم نه یه آو چیم کرده این روز هندور است که یخ من درده ولی آقای واقعا دیگه حرف نداره در نام خدا لای وقت دیگه میکنم نه فقط بتکم نده نه خوب شد واقعا خدا ندشون قبول کنه آبای جان خوش کنه زنده باشه لگیشون را من بگیم مسافرون بخیر و خوش کنه همیتر باید در بیخ فامیل خو در خانواله خوال گیرشنه آمین گلالیم هم خیلی دیراش داد که رفتت نمدد دیگه دیر کرد که بخیر ما در آبی محمد حسین بکیمی آبی نوریا خوب دستپخت نداره؟ هم روزم گفتم نماختم آبه سنا و لایق و میترانا بختنه دا آقیل شما گود نه
خاطر رقیب و بین ریاست دادم نه Asta de că aici این کاخش میشه تاریخ ندی نان کلیگی کنم که پوچ سوخته یا سفید خورده برم شنانو دادم او ترسته ها دیگه نان که یک سال بخوری بخیش خورده کلاد نداره کل آدم یک آدم نمشه نظرم کل سایم نه نمشه دیگه آره خیر کی محمد زکی بیا اینجا یک سلام کن بلده بینده خب دستاق شندن او خوبه خب دستاق شندن دبرم اسمو قرآن خانی داره اسمو خاطر خانه مایا مرکا مجین مرنجانی دیگه آنش قیم و این علم خانه رو تازه برم چیز بروش کار دی پشتی بازی ده باید چه باید خوش شراز کن وای نام خدا در زمان بازار پشتی بازی گرمه آفرین خوب باش خب بخاری هم که در گرفته بایی آره لالای جان بخاری در گرفته دیگه خوب سرخ باید خانه چکنه خدای گفت خوشی بیدیا آره که باشد این آدم خوب روز خدمت نه خانه چکنه دیگه آدم دل دیگه آره دوستای عزیز دیگه این کسته این خانه رو فرش کرده که خاطنامه و یک دو سه نفر هم ده او خانه شده حال فعلا به مزیا برنامه ریزی کرد که نه اینجا یخ بود نه؟ کیزی آره دیگهش کی کرکویک نیک نکنی دیگه چی خبره چیز چند سر گوشت برکت به امو باره را ما بخش نبودم که تک 4 سر رو 2 کیلو خب در خانه چیز کار بید دیگه شما کار قدر کده پیشتیم چشت خانه جارو که چای که یک کس هم ده دیگه از مجید آورده میشه نه؟ آره دیگه مجید میشه اونجا نیلقاویه نه اونجا یک بسید نبوزه شور ماشور کار قدر مشکل دیم میسه دیگه اینی گلارم که میگنید از دکتر هم اینجا اوزاق داده؟ آره خدا خیلی دوست ها بست نگاه کنه خانه بخی آباد داری بچه سلامت باش بسیار عالی خواهن که ما انگه بورن در مجید یک دفعه با اجازهش کیجر آقا جان همه وظیفه اودیست را بخشش باشه دیگه اگر دو وقت بگیری یک دنش ما یک دنش تو یک شلسی ناش چشم همه خود تو باشی 100% ما هست نه بدون از یک مرزا حسین باشه نه چون مفاهیم که مرزا مرزا حسین که هر دفعه میگم ما هستم دوستا از سرنوزی چپانمون نمیرسی نه یک اودیست را باید تو دیگه مسئله که چکده هر چی که گفت باید دادم یه چشم آفرین باید دادم احترام زشتش بله دوستای دیگه حالم دوا خلاص شد دکتر میمونه یک مندشنی نه نه تازه دوا خلاص شد نه مندشنی داداش دوستای غید نانخوری شد دیگه همه میمونه هم ده اینجا نان تر نبرده شی وظیفه شماست خلا دکتر وظیفه ما عشق ما اینجا به خزر استاشتن دیگه نان بله آقای حسنی قدی که علی خیلی زحمت میشه والا چیز خود بگم وظیفه کسم بله بشیر تشکر خیلی خواهش می‌کنم ما آب گرم پرنم بلده بودیست ده باشه آقای شریفی عرض زدد زاید بالکنی هست نیر بخون دو نودی علوزا جان؟ دو بودی داداش و یال ده بالکنی یخ میشه؟ هموت یک چکر رفته دی دیگه نفر منده این فایل کنم شیر آقا جان بسیار تشکر به خدا خیلی زحمت میشه دست درد نکنه
واقعا جلیل هم خیلی زحمت میکشه. دوستای گرامی دیگه حالی هم نوبت خدمتگارای دیگه که آقای بهیج و علی جان و شیرآبای نورالله و همشون همه جوان رنا کیه؟ ما نشناختم میرویس جان هم هستی باید نشان که دوش مزدار است یا نه؟ این تو راهیانان کم کستی کنیه؟ بلندازه داشت بالانداز چشم نه ولی علی بالانداز باید داشت میرزم ما در همه جای کسی خیلی فکر کوری علیم نه؟ با یک بالانداز انگل زنجی بالانداز خواه تیش روژن تو احیانا یک عرضی عدد پاکستانی خواه دوستای از خوش آمدید در برنامه میرزا حسین جان خدا نظر زیاد قبول کنم بهترین شوروا دیگه همچنان گوشت و سبزی هست دوستای از جایشون خالی اگر ما بودید که خیلی خوب بود مزهش هم خیلی خوبه در کنار عموی عزیز سعی کنیم بگو گوشت خورده یک چهره بسیار خاص پیدا کرد پذیرایی عالی بود دیگه آشپز خیلی آشپز هم عالی بود دوستای از ما خدمت کردیم با جناب چای پخش کردیم گفتیم ما خودکان ما میجنان بخوریم خدا قبول کنه دیگه دکتر جانم موفق تر شدن که میرویس تو بودم گفتنی نده؟ داداش گفتنی که نه دیگه فقط در نظر خدا قبول کنه و آمین آره دیگه عارف داداش دعمت کرد فقط زورتر شد یا خیلی کسی که یکی میگه در خود زورتر نه باره بود خودگون بود خوب بود که دادم سعنید آبیم چاپ در میزنم هم مالای جانم خدا نگذار قبول کنم آره بله دوستای عزیز دیگه اینجا بعد از کشگیرگاه دیگه از مسجد دعای توسل و نانخوری چایخوری همه چیز خلاص شد سفره مفره و همه چیز هم جمع شد دیگه می‌بینید که در خانه آب محمد حسین دیگه مادر محمد که بولم میشه دوستای عزیز همینجا است مهمای امشب خانیزمو دیگه بقیه هم که وشنید این ششته آقای علیزاده هم دنظر میشه تازه از غجور آمد کم نوقت رسید نه؟ ما پاس رسید به وسط دعا رسید مره خدا نظر شما را قبول کنه خدا رحمت کنه یک سلام از من بنده دوستا تقدیم منیم امیدوارم که میت جور باشید صحتمند باشید دیگه خدا رو شکر که کلگی جور است دیگه نظرم تمام شد دیگه آخر مسیر دیگه که آبی محمد زکی و فرزانه جان مادر مهربان نان مخره دیگه به خیرت نگاه به خوبی و خوشی تیر شد خدا نظر قبول کنه بازم خدا معطا رحمت کنه خدای دعای توسل هم قبول کنه انشاءالله آمین سلامت باشی دکتر تو چه تقریبا دیق ششته دکم نه دیق نیم اتفاقا خیلی خوشحالیم نه ما همینجی همون طرف گرم این طرف کم یخ خوبه بازماندم شده دنزم مجید نه با خدمت نم کردم اوتی بود مقصد سیایی لشکر آره بیشتر چای شک من در دل بله دوستای دیگه بیکی مردو بیکی من را یابه هم که کم پاستر من مخرد که میمون رو خدمتش خلاص که در دنزر من چطور بودی تر مثلا احیانا گشت مشت رسید و باید کمی نکرد؟ نه بس که خدا بس کرد نه کمی نکرد نه زمیشه برکت تا که کار جمع نشد کچوگ آدم نموره نه؟ اون که دیگه خورد خدمت شد این آلوت خوشحالین سلام علیکم یار باشه شما جمع بخی من نمیشه سلامت باشی زنده باشی خلاص شد از مجید دیگه؟ آره کشتید گرفتد؟ خب دیگه یکی احیانا منده نشد خیره دیگه البته دیگه در خانه نبود نه باز؟ نه می کارایی دیگه خیره نان تختک بید نابه امروز خانه رستی؟ یک سیر بیرون چاکه اینجا فشار نیه دیگه یک سیر پختک دیده بکن؟ بالا جان یک سیر پختک دیده خانه صحیح اره آبی نوری هم پختک داد دیگه واقعا آقای نان تو در مجید میتر سر بود دیگه میتر بسیار با اعتماد به نفس پیش میمونو میشتم نه نان آبی نوری سر ماسه قشت خیلی از وقت تا سر نه؟ داک نگفتش یا گموتر کنته شوی قجای
پرتک نشد کی خبر نمو گفتی نه او راره ما مشید سلام علیکم ننیش حتی دم آقی لازمو که هست نه؟ آره یا میمانی شخصی دارم که بو این بیچاره دستی بوم ندارم خطر نه دیگه سایم مونم دیگه میگم ممی خودتر با یک نان میموی داخل مرد مجید مرد خب گله جان باشیم خدمت شدین نشدین سلامت باشی که جان شما چطورید دیگه؟ خوبه اکای جان دار جان جامان شما خوبه دیگه خوب شد همچقدر میمانی های خوش درشون خوب بود دیگه ره کشکرک زیاد آدم نمفهمه نکی سو بر دیگه خیر خدا شکر میمانی خوشحالی اره سلامت باشید خدا نظر قبول کنه خدا شما نگاه کنه آمین انشالله زنده باشید تشکر همه این نظر قبول کنه از دستا بینین داره که از مورای گرده فاکتیم تو بگافش اون ده مجید نظر داشتی نلاله اره دا نظرهای کل اگر قبول کنه اما خواهش بیامرده حاجت خواهش برآورده کنه دیگه زنده باشید که فرشته جان یک سلام کنده بگونده خب سلام دوستای عزیز امیدوارم جور صحتمند سرحال باشید دیگه خوشنده در ویدیو خانواده مزه دیگه دوستای عزیز تا پایان از ویدیو قرص باشید زنده باش گرچه ویدیو شاید پایان شی باشه شوخی نه فرشته جان دیگه خدایی یک دونه بازی زیار پیدا کردم باز از اخ سیل کنیم روزه بده داردوش قد ماسمه بازی میداده کس نبده تناب ده؟ نه ده خانه از مو روزی تو هم بده بازور میلوم سعی کن ولی تلویزیون که باشه خانه از مو باشه در تلویزیون هم نیستم شد آقای بیش دیگه توش تر خدمندگی ها شکر فضل خدا را یعنی خوب بود نظر ایتو کدام کم کاستی نشد چی رقم نه خوب بود خوب همونطور کلی چیز همونطور منظم مرتب همی دیگه خیلی خوب شد که میمونو همونطور در رقم صحیح خدمت شد یکم جای تنگ است مجید هم رضایه نه این بگاه تصمیم را نهایی دی که بخیر بار جور کنید مجید بار جور نیا چند نفر حدوداً میمون بود؟ حدوداً داخل خود مجید یک 100 نفر بود اگه نبود 100 نفر ره بالای 100 نفر بود بالای 100 نفر بود شاید 150 نفر اونجا مرد بود دیگه اره خدا نظر قبول کنه کور معلوم میشه دانی ماست که صبر کور بود معلوم میشه آره دیگه دوستای یک چند نفرم که میمونن دور دست و در مجیده و تیمم به خزوایه دیگه بخیم که نیجی دیگه تشکر که تاییدم خزمو همراه بودید امیدوارم نظرات همه از ما و شما قبول درگاه حق باشه دیگه فعلا دیگه الله یار نگهدارش دیگه کدام گفتنی خو ندارین نه دیگه گفت نیال کار شده جور باشه نه آره و هم دیگه باره دنبال کارمار خواه که نان نخورده باره نان خو بخوره نه آره دیگه تقدیر تشکر نی از دوستا که همیشه برنامه‌های کل که از مطابق دیگه پیش از دیگه وقت بزرگ گرانبهای از وار نگیری دیگه اونا رو برنامه پاک اسپاری دیگه از راه دور با قلب نزدیک خدا یار مددگار خدا نگهدار بخیر باشه